خوش آمدی زیجان جان. خوش آمدی. خیرت از خانم؟ خیر شر دیگه چه قسم می باشه؟ شما خارامش قریه را گرفتین؟ نه خیر خانم قدریه، ما کار نکردیم. هر کار که کده او الماس کده. زد کده و برش گفته که ایچه لره دنگشتت کو. دخترم خو هنوز خورده است. نمیخواه قصد عروسی کنه. خانم زیجان، وقتی که اینقدر مال و جای داده به نام شما کردیم خب بسیار خوب بود. هیچ صدایتان نبرآمد. تمامش خوردین خلاص کردین. حالا میگین که دختر نمیخواه. زیجان عزیز، کاسه صبر ما دیگه لبریز شده. شنیدیم که تو حمایتش میکنی. به امتحانم تو روانش کردی. شنیدم خبر شدم. به استانبولم تو روانش میکردی. نه خیر خانم، این کی به شما گفته؟ بان دیگه برو بیارش. مادر دختر صبر کن استاد شو صبر کن. اینجا استادش کن. حال ما کارایی که شما تا به امروز انجام دادین فراموش میکنیم. اگه بعد از این شما کدام کار اشتباه انجام بتین باز حسابی و کارایتان از دخترتان میپرسم. همراه ای پول هر کم بودی که داشته باشی پوره میشه. ما همراه الماس گپ حل میکنیم. پردان کار بسته میکنیم. خواهش میکنم خانم دخترم اعلا کنین، خواهش میکنم. مادر لطفاً مرا نجات بدین. برین و پیش پلیس شکایت کنین که مرا اختطاف کردن. هرگز این کار نکنی اگه نه مجبور میشی که با این پول به دخترت کفن بگیری. دوستان نزدیک شوین بینتون فاصله نمانن. لطفاً مراعات کنین. نمیخوایم کار ما خراب شود. درست استاد شوین. چانه ها را به هم بچسبانین. قماندان منتظر خبر ما باشین. خوش آمدین قماندان. خوش باشی. علی ملی بسی که از اینجا به استانبول میره در چند ساعت میرسم؟ فکر میکنم در 8 ساعت میرسم. درست است. کدام امر دارین قماندان صاحب؟ نه خیر چیزی نیست، من به دفترم میرم. اگه کدام گپی شد خبر بده. علی اینجا چی گپ است؟ با دوستا خواستم شما را غافلگیر بسازیم. پس شوین دوستا. قدریه خانم دستور دادن که برات غذا بیارم. خواهر خواهش میکنم برام کمک. تو چی میگی دختر؟ صدقه جواب برو با پلیس بگو که مرا اختطاف کردن خواهر لطفا. چی میکنی؟ دست من لاکو میخوای قدریه مرا بکشه؟ تو اولاد نداری خواهر. اگه او را قسم بندی کنن راحت میباشی. حالا دختر مرا تا این کارا دخیل نساز. برو غذایت بخور.
دولستان نیا آماده کردین؟ تشویش نکن خاطر تخت برشان خبر دادیم کمی وقت نه. خیر است تو یک کار کو دیگه. شب ما و دوستان با هم یک جا رقص خود کردیم. مقصد یادت نره. صحیح یادم نمیره. کجا مگه یادم نمیره. بله ها تو هستی خواهر جان؟ من هستم قدریه. ما برات زنگ زدیم. به خدا هیچ نمیفهمیم که چی کنیم. یک کار میکنیم خداوند کار ما را آسان بسازه. نه خیر عروسی هفته آینده است. فردا فقط نکاح میکنیم. به همه گینانم میتیم. ملا میایه بس. منتظر هستم اولادا را گرفته بیایی. منتظر هستم. با امید دیدار. خداحافظ. میتونم شماره حوزه پلیس قریه وادی شیرانه بگیرم؟ جواب بده زود. ما دیشب حساب کتاب کردیم. از مزرعه شما را نو خروار پنبه حاصل گرفتیم.
یک باری رام بیبی بچه. او دختر فرار کرد. این صدا از کیست؟ ما چی بفهمم مادر؟ خانم او دختر فرار کرد. کمکم کنین. برو یک بار بیبی. لطفا کمکم کنین. چه گپ خانم من برو یک دفعه ببینم تو هم زیاد نوقت کردی حالا زود شو. توبه خدای ما. او دختر فرار کرد. او دختر فرار کرد. چند دقیقه صبر کن تا کلیدش پیدا کنم خواهر. چی شده دردانه؟ آخه درالی او ایلی فرار کرد. دختر فرار کرده؟ ایلی فرار کرده؟ چی شده؟ دختر فرار کرده. زود باغچه را بیبی تو هم پیش دروازه ساد باش. اینه کلیدش پیدا کردم. خانم باور کنین ما هم نفهمیدیم که چه قسم یا فرار گپ کرد. نزن بیا. زود شو جواب بده. اوه خدا. زود شو جواب بده. دروازه را باز کن زود شو. گفتم باز کن. لطفا جواب گفتم بده. دروازه را باز کن که نمیشکنانا. برو کلید دومش بیار حالا. دروازه را باز کن. جواب بده لطفا. زود شو. گفتم باز کن. زود شو. گفتم باز کن دروازه را. قماندانی پلیس است. بفرمایید من علی هستم. راستش من ایلیف هستم. میتونم امرای قماندان دنیز گپ بزنم؟ میبخشین یک دقیقه. بسیار خوب. خاطرات بسیار بسیار دو سال اگه سپری کردیم. قماندان صاحب هم بچه بسیار خوب روزا بود مگر. بچه بسیار خوب. اما تو قماندان صاحب براتون زنگ آمده. بله. بله. خان صاحب باغچه‌ام دیدم اونجا کس نبود. الیف! بله. 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 الیف نمیفهمم که تو داخل هستی. دروازه باز کن. باز کن. زود شوه. خان صاحب یک دقیقه صبر کن تو بان با ما خدا. بله. بله. اینو با ما بده. بفرمایید. بله. بله. کی زنگ زده بود؟ یک دختر بود به نام الیف قماندان صاحب. چی گفت؟ گفت میخوایم با قماندان دنیز گپ بزنم. اعلام کن. اینجا بیا. اعلام کن. با کی زنگ زدی؟ گفتم با کی زنگ زدی؟ با پلیس زنگ زدم. چند دقیقه بعد پشت من میاید. شما هم باز خواد دیدین که چی میشه. مادر چی کنیم؟ ایره دو مزرعه خود پنهان کنیم؟ همت امر کنین خانم. همراه خود نفر دیگرم بگی. خانه مادر دختره بسوزن. دقیقش نشو. در خانه کی است و کی نیست. شما چی میکنین؟ چی میگین خانم قدریه؟ متوجه نشدی؟ چیزی که گفته بودم عملی میکنم. ما برات نگفته بودم ها؟ گفته بودم که عروس خانه هستی و اگه فراموش کنی باز تو را زجر میدم. گفته بودم که از خانواده شروع میکنم. نگفته بودم؟ گفته بودم. باور کنین
ما به کسی زنگ نزدیم. زنگ زدم اما گپ نزدم. قسم میخورم به کسی چیزی نگفتیم. قسم میخورم. خواهش میکنم به خانوادیم ضرر نرسانید. اگه میخواین مرا بکشید. بس است چپ باش دیگه. قسمی که دیدی او تهدید ما به جای نبوده، اما حالا خو ای گپ از دهن ما یک بار برآمد یا نه همت؟ برآمد. همت دوست شوین خانه را در بته. برین بسوزنین. همت بسم الله الرحمن الرحیم. در این وقت خیریت باشه. ای باشه. زیجان تو ده اینجا چی میکنی اوزن؟ رقیه خواهر، بسیار یک مشکل بزرگ برم پیش اومده. فقط تو میتونی همراهم کمک کنی. بیا داخل بیا. وقت شب پیش کی آمده؟ چطور شد که بعد از قدر سالا اینجا اومدی؟ لیف از پیشم گرفته. کی گرفت؟ در قریه ما خانم قدریه هست نه؟ خب یول موضوع به بچه قدریه داده. بسیار خوب شد. دیگه چی میخوایی؟ بچه پول دار است. دخترم نمیخواه. در طب کامیاب شده. میخواه به استانبول رفته دکتر شوه. اونایی دختر نمیمانن. قضیه یولماز دختر مجبور به این کار میسازن. بیبی من به تنهایی کار کده نمیتونم. باید تو همراهم کمک کنی جانم. خدا لعنتشان کنه. صدایشان شنیده نمیشه. برو خواهر برو. خداوند روزی داده دیگه جای بده. تو لیفا پیش من آوردی؟ او موضوع دیگه بسته شد. چند سال شد. بیبی من او رو پرورش دادم. برش نان آب دادم. بزرگش کردم. سرش درس خواندم. ما فقط لیفا به دنیا نآوردیم. دخترم زندگیش تباه میکنن. بیبی ده کار گردن تو بسته میشه. خانواده‌ش خبر کن. تو دیوانه شدی؟ اگه اونا در قصهش میبودن از ما اول به ما نمیماندن. اون نفر به خاطر دور کردن و دختر به ما پول داده. نفر؟ برو گم شو. سر ما فشار نیار. برو. آخه نمیگم که لیفا پس بگیرن. اگه میشه هیچ خبر نشن بهتر است. اما یلماز از کارش منصرف کنن. تو میخوای ما رو بکشی ها؟ اگه مشکلت پول است برات میتونم. اما دهنت باید بسته کنی. فهمیدی؟ دهنت بسته کن. حالا برو دیگه. اگه من پول میخواستم اون رو به بچه خان میدادم. خواستم من خوشی او است. برو دیگه از اینجا گم شو. باید بگوی اون نفر کی است. اگه با من برات نمیگم. برو سر کارت. مجبور هستی که بگوی اگه نه. ایجا خانم، ای کیک و کلچه را چرا آماده کردیم؟ ای چی گپ است که میگی؟ فقط که در خانه ای چیزا را هیچ آماده نمی کنیم. اما به خاطر که رنا جان میایه کم خاص آماده کردم.
نوش جانتان جانم. از برکت تو مام کیک میخوریم. جانم اما جان خوش آمدی. جانم خوش باشی. بیا اینجا بشه که چهره زیبایت ببینم. همه جان مسرت میخوایم دوستایم برام اجازه نداره. غیر از جانه اما این گپا خو میشه. یک دانم تو چقدر زیاد خریداری کردی؟ مثل که مادرم برتان چیزی چیره؟ نگفتم. به سودی محفل نامزدی آه. تاریخش معلوم است؟ هنوز درباره چیزی گپ نزدیم، منتظر داماد هستیم. راستش ما به صبرانه منتظر معرفی شدن با داماد هستم. بسیار یک جوان هوشیار است. ماشاءالله ماشاءالله. سنم امید به تو یک خبر خوش داره. ای تو خونیست که عروسی میکنین. ببینین اگه پیش از ما عروسی کنین هستون خفه میشه. زیاد وقت میشه که من به این موضوعات اهمیت نمیدم جانم. امید دوباره به سویتزرلند نمیره. رخصتی تا طولانی تر ساختین؟ گفتم میتونم که دیگه همراه شما میباشم. راستش به امید از پنتون پیشنهاد معاون مدیریت شده وام ای پیشنهاد قبول کردم. راست میگین اما جان بسیار خوش شده. جانم بسیار تشکر. در اصل مزید ای باره فکر کردم خب اما بسیار ما خوش هستم در این اوقات مهم اقارب ما امرای ماست. رنا تو هم شاید روزنامه را تعقیب کنی میبینی که چی اتفاقات افتاده. متوجه هستم. ابر سیاه بالای سر ما با گذشت هر روز زیادتر میشه. نمیفهمم این چی قسم عکس العمل است. فکر میکنیم خلاص شد اما شروع میشه. وضعیت پوهنتون ما هم خوب نیست. هر طرف بچهای لچک گروه ایستاد میباشن. تمام پوهنتون احاطه کردن. روز به روزم تعدادشان زیاد هیچ شده. تشویش نکن جانم. ما به همین خاطر اینجا هستم. دانه اونا را اسلامی کنیم. رنا فردا یک کانفرانس میتم اگه تو هم اشتراک کنی زیاد خوش میشم. این قسم با مدیر جدیدم آشنا خود شدی. البته بیادر جان با کمال میل. خانم اینجی یک خانم به نام رقیه زنگ زدم. اگه میخوای در بالا گپ بزن جانم این قسم راحت تر خود بگی. به اجازه تان. بیادر رقیه کی است؟ رقیه راستش یکی از اقارب دور خانم بیادرت است. یک زن فقیر سال خورده است. ما بعضی اوقات امرایش کمک میکنیم با از این خاطر برای ما زنگ میزنه. خوب است. چی شده؟ چرا زنگ زدی؟ مجبور شدم خانم اینجی. او خانمه که شما دخترتان برش داده بودین او امشب دفتن پیش ما آمد. از سر من فشار آورد که نام شما را برش بگویم. در گردن من قیچیره من مرا تهدید کرد. خب تو برش کدام چیزی گفتی؟ ما راستش مجبور شدم. بسیار عصبانی شده بود. هرچی که برش گفتم گوش نکرد. اما پول از من نخواست. تو چی کردی ها؟ او برم گفت که باید دخترتان را نجات بدین. امکان نداره هیچ کس نمیفهمه که او زنده است. مادرش هم نمیفهمه که او زنده است. نباید کدام گدودی شه و هر کاری که میکنی او خانم قانع بساز اگر نه بسیار بد میشه. چی شده؟ موضوع چی است؟ او خانمه که دختر کلان کده از نام نشان ما پرسیده. خب به نظرم از دهنش کدام گپ برآمده. خدا لعنتش کنه. حالا خو هیچ وقتش نیست رنا اینجاست اگه او خبر شوه که دخترش زنده است باز. بیادر چی شده؟ چند دقیقه پیش که درباره خانم بیادر در پایین همراه او خانم گپ میزد خبر شدم که کدام اقارب اموزن وفات کردن. خانم بیادرت هم به خاطر تسلیت دادن به خانهشون میره. بسیار جگرخون شدم. آی زندگی سرتان باشه. زنده باشی جانم. من گفتم که چرا شما قدر ناوقت کردین.
میکنی چرا ترسانی؟ مرا تعقیب میکنی به دختر؟ خاطر که ببینم شما چی میکنین. قسم گپ نزن. من چی کردم میتونم دختر؟ یک دوستم بود دیدن اون رفته بودم. دیدم از گلونش گرفته بودی، همراهش چی کار میکردی؟ موضوعی داده گرفت بود. پول خود ازش میخواستم. ها من باور کردم. ببینم که پدرم باور میکنی یا نه؟ بیبی اگه چیزی برش بگویی باور کن که حق ما برات حلال نمیکنم. هولیا خواهش میکنم به پدرت چیزی نگویی. پس برام بگو که درباره چی گپ میزدیم؟ درباره پول بود. به خبر از پدرت این پول برم میآید. تو نمیفهمی که همین که پول برش میآید تمامش خلاص میکنم. امروز خانم قدری و پولک برم داد. تو رو بگی بخواد هر قسم لباس که میخوایی بخر دخترم. اما بر پدرت چیزی نگویی جانه. تو پشت سر برو حالا. حالا عجله کو دیگه. حالا عجله کو. باش که جیجی قطان کنم. برو حالا حرکت کو کس نبینه برو.
بابا خدایا خانه آتش گرفتم. خدایا بخیر دختر. مادر کجا میری؟ مادر کجا میری؟ هیچ نفهمیدم که کار چطور شد. همین که بیدار شدم تمام خانه آتش گرفتم. لباسای ما رو ببین تمامش سوخته. کشته و زخمی هم داره؟ نه خیر قماندان آتش سوزی چطور رخ داده؟ نمیفهمم. از شما کسی ندیده که آتش سوزی چطور رخ داد؟ خوب شد که بخیر گذشت. زنده باشی قماندان صاحب. فکر میکنین کسی قصدانی کار کرده؟ نمیفهمم قماندان صاحب. با کدام کسی دشمنی داره؟ نه خیر. چطور نه خیر؟ اون نفر به نام دورالی پشت دخترتانه که گرفته بود. نه که به خاطر دخترتان کار کرده. از کسی کدام شکایت ندارم. مطمئن هستین؟ مطمئن هستم. یک حادثه بود دیگه. خود به خود رخ داده. همین شکر است که ما خوب هستیم. زنده باشی دخترم. امروز وقت رنا از خانه بیرون شد با عجله به او رقیه احمق زنگ بزن. خوب بفهم که چی گفته و چی نگفته. اگه ای کار ما افشا شود ما تباه میشیم. همچنان با طرف ما بسیار کم وقت مانده. ای کار هیچ خوب نمیشه، هیچ خوب نمیشه. خانمی جا، از تو پرسیده بودم که بالای و آدم ها اعتماد کده میتونی یا حالا نی؟ تمام گناه رو سر من اندازی آقا قدرت. برنا من دروغ گفته بودم. من برش گفته بودم که طفلت مرده. آقا قدرت نمیشه که برنا بگویم که دخترش زنده است ها؟ تو متوجه هستی که چی میگین؟ اگه این گپ از ما بشنوه خوب نمیشه. خوب گوش کو ایجا. ما او روز او دروغه به خاطر خوبی آینده خانواده خود گفتم، فهمیدین؟ حالیم به خاطر پنهان کردن ای حقیقت هر قسمه که شده کوشش میکنیم هیچ کس خبر نشه. آقا قدرت صبح بخیر جانم، صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. چطور هستی؟ شب راحت خوابیدی؟ بسیار راحت بودم. زیاد خسته بودم، از او خاطر دیر بیدار شدم. از دیشب به این طرف شما کمه به تشویش معلوم میشین. چی شده؟ ما کاملا خوب هستیم. اما تو نیست خانم ایجا، تا را که دیدیم دگام خوب میشیم. تو چای می نوشی؟ البته. دخترم یک چای دگام بیار. کل چیز مزه دار معلوم میشه. ابراهیم بیادر میخواستم یک جای زنگ بزنم. خوب شد بخیر گذشت. بسیار یک بلای بزرگ از سرطان تیر شد. انشالله شما را خود چیز نشده. شما خوب هستی؟ خوب هستم. این تلفن برام بده. میشه که خودت بیرون بری؟ چرا؟
به خاطر که میخوایم خصوصی گپ بزنم. بله بله، بفرمایید. ما با آقا قدرت زنگ زدیم. شما کی هسته؟ من زیجان هستم، از قریه وادی شیران زنگ زدیم. فهمیدم. اونا خودشان حالا در خانه نیستن. هر چیزی میخواین به ما بگویم. درباره یک دختر است، درباره دختر من. رنا جان کی است جانم؟ از قریه وادی شیران یک زن به نام زیجان زنگ زده. بده من امرش گپ میزنم. بله 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 خانم، شما از ما چی میخواین؟ ما شماره از رقیه گرفتم. گوش کن، ما کسی را نمیشناسیم، رقیه را نمیشناسیم، لطفا ما را راحت بانید. میخواستم مثل انسان مشکل خدا براتون بگویم، از این خاطر زنگ زدیم. با قدرت بگو دختری که پیش ما مونده بود همراه مرگ دست پنجه نرم میکنه. اگر کمی هم انسانیت داشته باشین باز آماده و نجات میتین. شما از ما چی میخواین؟ پول میخواین؟ هر قدر میخواین بگوین که براتون روان کنیم و مشکلتون حل شود. گوش کنین، من از شما هیچ چیزی نمیخوایم. میگم او در حالت سخت قرار داره، شما مجبور هستین فهمیدین او را نجات بدین. بار دیگه زنگ نزنین، ما مجبور نیستیم که این کار انجام بدیم. بله 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 باز خود دیدیم که شما مجبور هستین یا نیستین. ده حساب نوشته کنین. بسیار وقت خوش را اینجا سپری کردم. تمام دوستایم در اینجا بهترین اشخاص بودن. به شما هم کمک خواد کردن. هیچ شکی نداشته باشین. وظیفه تانه براتون تبریک میگم. بسیار تشکر. با شما هم سفر خوش میخوایم. خانه‌ای که دیشب آتش زده بودن، پیش از اینکه بیایم اونجا رفته بودم. خانواده الیف شکایت ندارن، اما شاید بابا کرجی خصومت داشته باشن. در حقیقت میخوایم این رو فراموش نکنیم. تشویش نکنین. تحقیق میکنیم. تشکر. خداحافظتان دوستا. حقتان رو ببخشید. زنده باشین دوستا. مادر شما کجا میرین؟ یک دقیقه استاد شوین. عروسی میرین دیگه؟ کجا میرین؟ شما آقاتان عزیز دادین کجا؟ امروز عروسی خواهرت است. اوف مادر، شما چی میکنین؟ او آدم ما را با آتش زد، کم مونده و تردیم از بین بریم. خوب است، اونا میخواستن ما را بترسانند. ما هم زیاد ترسیدیم، میریم برشان حضور میکنیم. اما من این جایی نمیرم.